سلام علیکم. حتما شما هم در حال حاضر در مورد خبری که به شدت وایرال شده در مورد دریافت اقامت هلند برای خانم‌های افغانستانی شنیدین و دوست دارید در مورد طریقه دریافت اقامت معلومات خاص خود کسب کنید. باید برای شما بگم که اگر شما خارج از کشور هلند هستید، خارج از خاک کشور هستید و دوست دارید اقامت دریافت کنید، تحت هیچ شرایطی نمیتونید که اقامت دریافت کنید. دولت هلند به خاطر شرایطی که حالا حاضر در افغانستان است، خانمای ما در شرایط بسیار بدی به سر میبرن، توانایی تحصیل ندارن، حق زندگی خود ندارن. این ویزا ارائه داده برای خانم‌هایی که در حال حاضر در خاک کشور هلند هستند که بتونن بسیار راحت‌تر اقامت خود دریافت کنن و اگر اعلام پناهندگی کردن پناهندگی خود بگیرن و فعلا هیچ پروسه‌ای و هیچ برنامه‌ای برای خانم‌هایی که خارج از خاک کشور هلند باشن وجود ندارد. پس این خبری که در حال حاضر وایرال میشه تحت عنوان ویزای بشردوستانه هلند برای خانم‌ها کاملا کذب و دروغ است و شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید این ویزا رو دریافت کنید. فقط یک راه وجود داره، او هم اسکان مجدد است که اگر در شرایط خاص خودتان باشید با توجه به تعداد بالای متقاضیان بتونید این ویزا رو دریافت کنید. ممکن است که دولت هلند تحت عنوان پروسه اسکان مجدد سازمان ملل شما را قبول بکنه، اما این چیزی نیست که برای همه داده شود و یک حق برای هر نفر نیست. اگر میخواین در این مورد اطلاعات بیشتر کسب کنید میتونید هایلایت اسکان مجدد مرا مطالعه کنید. اما فعلا تحت حال حاضر در شرایطی که هستیم دولت هلند هیچ ویزای بشردوستانه‌ای را برای خانم‌های افغانستانی، برای اتباع افغانستانی در خارج از خاک خودش قرار نداده و شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید که ایراد داشته باشید. امیدوارم که شرایط کشور ما به زودی جوری شود که خانم‌های ما نیازی نداشته باشن که از خاک کشور خارج بشن و هر جای کره زمین که هستید موفق باشید.